بسم الله الرحمن الرحیم. روز عزیزان ما و دوستان بزرگوار ما در هر افقی که هستن به خیر و خوبی و خوشی باشه انشاءالله. گلواژه دیگری از قرآن کریم رو خدمت شما عزیزان قرائت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. شما عزیزان به این سیب نگاه کنید. این سیب از نظر علم پزشکی نشان سلامت. همین سیبی که سرشار از ویتامین هست و مفید برای بدن انسان هست، اگر معده‌ای بیمار باشد، میکروبی باشد، این سیب وقتی وارد معده میشه نه تنها مفید نیست بلکه تبدیل به سم میشه. این نکته بسیار مهمی هست عزیزان. خدای عالم میفرماید اگر چنانچه انسان باشه میتواند مسلمان خوبی هم باشد تا کم کم تبدیل به سلمان بشه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. اما کسانی که از انسانیت به دور هستند، انصاف ندارند، تعصب می‌ورزند، بیماری‌های قلبی، روحی و روانی دارند، قرآن برای اونها اثری نداره. آیات قرآن رو نمیفهمند یا تفسیر به رأی میکنن و قرآن برای اونها مایه عذاب میشه. نه تنها شفا نیست که موجب خسارت اونها رو فرا خواهد آورد. خوشا به حال کسانی که انسانن، کم کم مسلمان میشن، آهسته آهسته تبدیل به سلمان میشوند. روز بخیر، خدا نگهدار.